سلام. تو قسمت ششم انگیزه میخوام اینو بهت بگم که یه موقع‌های یک متن انگیزشی میتونه روزتو بسازه. باور کن حتما تا حالا تاثیرشو دیدی. اون متن میتونه توی مثلا صفحه اصلی گوشی من باشه، میتونه توی دسکتاپ مثلا لپتاپت باشه، یا موقع خروج مثلا روی یک درب اتاقت بزنی یا دیوار، یا اگر میز کاری داری یه کتابخونه کنارش هستش، هر چند وقت یک بار این متن رو عوض بکنی. یادم یکی از دوستان یه کار قشنگی میکرد، زیبا بود، نشسته بود 30 تا کاغذ کوچیک خودش با قلم خوشخط نوشته بود جملاتی که با خودش حرف زده بود که امروز میتونه بهتر از دیروز باشه، یا اینکه تو تا اینجا با تلاش خودت به اینجا رسیدی، ادامه بده، و یا خیلی چیزای دیگه. حالا من اینو دارم بداهه هر چیزی که تو ذهنم میاد میگم. بعد این وقتی که میومد سر کارش یا دانشگاه، خب بالاخره باید یه 20 دقیقه یه رو رانندگی میکرد که مثلا برسه. هر روز این مسیر رو داشت. خب مثلا اول صبح هم طرف اومده پشت فرمون نشسته. یک مثال دارم میزنم. یه گیره گذاشته بود روی داشبورد ماشینش و هر شب که بالاخره برمیگشت اون کاغذ رو عوض میکرد که فردا صبح بشینه پشت فرمون این جمله زیبا رو از خودش بشنوه. اینها انرژی داره، اینها یک پیام مثبت برای من و تو داره. اینا رو امتحان کن. البته یه خواهش دیگه هم ازت دارم. تو هم میتونی از متن‌های انگیزشی کوتاه که بالاخره تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و وبسایت‌های مختلف هستش استفاده کنی، و هم میتونی از جملات خودت که با خودت داری صحبت میکنی استفاده کنی که حتی چه بسا این تاثیرش بیشتره. یعنی مثلا من یه نقطه ضعفی داشتم، 1 ماه دارم تلاش میکنم این نقطه ضعفه برطرف بشه و تغییر کنم. بعد میبینم چند قدم مثبت برداشتم من به سمت اینکه این تغییره رقم بخوره. میتونم با توجه به همون نقطه ضعف خودم توی اون جمله با خودم صحبت کنم، لذا جمله واقعی تره. چرا؟ چون مثال خودمه. یادت میاد سید کاظم تا 2 ماه پیش نمیتونستی سحرخیز باشی، اول صبح بیدار شی؟ این 10مین روزه که تو اول صبح بیدار میشی. اینو حفظش کن، نگرش دار، قطعاً یک بازخورد خیلی خوبی منتظر توه. حالا این جملاتی که گفتم طولانی بود برای اینکه مثلا بتونم این پیام بفرستم برات. میتونه کوتاه‌تر باشه. پس متن انگیزشی رو دست کم نگیر. خدا نگهدار.